استقبال میگیریم بانوی هنر، هنرمندی شایسته کشور، دختری ششمقام سرو، همچنین در استراد نیز موقع و مقام خود را صاحب است. دختری زیبای تاجیکستان، ستاره تابان، ستاره کرامت الله. خب شما در خاندان یک دختر هستید، در خاندانی به کمال رسیدید که عموما پدر آموزگاری موسیقی بودند و مادر کوشش میکردند که با تربیت فرزندان مشغول باشند. بعد از دو پسر آمدنی دختر البته او را ارکی و اعلی به کمال میرسانند و بعدا یک پسر دیگر به دنیا آمد. در بین سه پسر ستاره کلان شد. پدر شما در کجا تولد شدند؟ مادرتون در کجا تولد شدند؟ آنها چه عالی بنیاد کردند؟ پدرم رحیم کرامت‌الله در ناحیه ورزا میگن، اما در دهه کل هوایی میگن اگر شنیدگی باشه. بله بله، بسیار دهه زیبا. بسیار منظره زیبا است. بله عجایب. در آنجا تولد شدند، در عائله آموزگار. پدرشان یعنی بابایم معلم بودند. اما مادرم باشد در حصار. در حصار شما؟ مادرم از حصار هستند، از دهه جوربسوی. بهترین. همین خیلی می شود که از روی که من شنیدم گفتن خرنگان هست نوعه. در خرنگان امه کلونیم به شوهر میبرند و بعد در همونجا توی میشن. چیزی می شود که مادرم با اون کس به شوهر امم چی خش تبوری داشتیم توی میروند. بعد پدرم اکو دودری امم می شود توی میروند اینهایم. بعد میبینن در اونجا. بعد پدرم به مادرم عاشق میشوند. با خدا؟ میگه اکو لوبوف سپیروز گلیاد. همه خیلی به قولی روسا میبینند و بعد میگویند که من انم این کس رو میگیرم. تمام با پدر و مادرشون میگویند به خونه همینا خواستگاری روید میگن. بعد همه خیلی میشود که با مادرم گفزنی آمده بودن، در کدومی گفته بودن پدر و مادر باباگیم مادریم. بعد خیلی نصیب تقدیر به یک جا اویله برپو میکنه. از حصار آمدیم که بله. از حصار آوردم یارانه گویا. پدرم بسیار وای میکنه که من تو رو وای آوردم. ورزاب چه خیلی جای سلقین، جای زور آوردم، جای من رو بهشت آوردم. همین کنه شوخ اویلبی. بهترین. شما بیشتر به مادرتون مونن یا به پدرتون؟ بسیاری ها میگن که به پدرت مانند هستی، اما بعضا میگن که خیلی به مادرت نیز مانند هستی، اما بیشتر به پدرم میگن. بهترین. همه مادر زیباست. من فکر میکنم که میگن مادری که دختر طرف پدر میرود. طرف بله اما طرف تقاها. من فکر میکنم که مادری شما هم مانند شما خیلی زیبا، زنی خوش چقچق، مهربان. همه مادران روی دنیا زیبا هستن، اما هر کس مادری خودش رو زیبا میگه. بسیار بله. مادری ما با کمتر مادری ما سفید است. مثل آفتاب. زیبا و روشنی بخش زندگی. دائما به شما قوت بخشیده میستند. مادرتون تحصیل نکردن؟ مادرم بسیار زنی بسواد هستن، لیکن دانشگاه نخوندن یا خوندن؟ لیکن نخوندن، چون ما رو خیلی تربیت خوب دادن، کلان کردن، مهر دادن. تمام چیز من در زندگی میخواستم همین از آن کودکی همه چی رو پدر و مادرم دیدم، گرفتم تا حال. خدا کند که همیشه هم خیلی باشد. با عمه‌تون رحمت گوید. با عمه من نمیشدم. اگر نمیگرفتم من نمیشدم. این گپای کودکی بوده. اگر شما یک دیگر رو نمیگرفتید من نمیشدم. همین گونه. برای همین من اکنون فهمیدم که چرا مهری ششمقام در دل شما جایگیر است، چون که مردم حصار بسیار ششمقام رو دوست می‌دارن، بسیار ششمقام سرا هستن. و خیلی نازک. بسیار میگن که تو حال میگن که شما از سوخت هستید، یعنی از ولایتی. برای همین ششمقام میخونه. برای میگم نه آخر من از اونجا نیستم. میگم خیلی یگم خیش تبارتون یا اینکه یگم میشود که در اویله میگم
نه من تماما از اون طرف نیستم. لیکن بو میگن که از همون طرف هستن. از حسابی که در سوق بسیار شش مقام رو زمزمه میکنن، از این سبب باشد بسیاری هم خیلی میگن. برادرانتون مثال به شما سختگیری میکردن؟ استراحت خانه دارو. البته در هر اولک فکر میکنم این چیز هست. مکتب خورد بوده میخوندیم، خیلی گپا هم بودن. چه خیلی از دختر یوش از درس دیر می اومدم، ساعت قریب 9-10 شب میشد. بعد از مکتب گفتم که صنف از ساعت 2 تا 9 شب اکادمی مقام میخوندم، دیر می اومدم. با میگفتن چی در کار در دختر خوندن یا که دیگر خیلی دیر می اومدیم. به هر حال اکاست باید اکا گپ زند. یا اینکه اماهایم خش تبورا میفتن نخوند دیر میآید. خیلی بعد پدرم فقط پدرم پشتی من بود. فقط هر وقت پدرم در بر من، قوت دلی من، همه چی هم دستگیری اونها بسیار به من تاثیر. میگن که عشق اولی هر یک دختر این پدرش است. البته بسیار دوست میدارم. و واقعا احسن با پدر ستاره که پشتیبانی او بودن. شرف بچونیم پدرها. آفرین که یک استعداد را برای تاجیکستانی ما هدیه کردن و نام ستاره امروز در تاریخ ثبت شده است. او اشتراکچی چندین فستیوال ها، چندین جشنواره های بین المللی است که در هر یک آن عکس او است و سرودهای او است و نامش ما که تاریخ است. شما میدونید که تاریخ او هم است. شما میدونید که در موزه او صورت شما رو میمونند، در کوچه ها نام شما رو میمونند. اینقدر شخصیتی تاریخی زینه باشد، کم رو غم رو نبینید همیشگی. و بعداً عین حال صاحب یک دخترچه هستید. نامش چی است؟ مهرو. وقتی که فرزندم در بدنم بود پسر گفته بودم. ولی پسر گفته بودم با چه خیر شد که باز یک چند وقتی دیگه گذشت بعد گفتن دختر. نمیدونستم اکو من. بعد که نام من ستاره بود بعد تولد کردم. بعد پدرم گفت که مثل ماه در نظرم زیبا و سفید خیلی. بعد گفتن که ماه رو میمونه. من ستاره و مادرش ستاره است، دخترش ماه. در یک خانه ماه و ستاره ستاره کردن. بله از حساب ماه رو موندیم. بهترین یک فرزند دارم شکرانه پروردگار. ماه سپتامبر 6 ساله رو پر میکند. بهترین. علاقه کلونک شده است. فرزندم او هم شش مقام میخوند؟ نه تماما طرفی من نرفته است. برای که بسیار خصلت های پسری دارد. رنگ خودتون هم نه خودم هم هست. خیلی بسیار وقت یکم وقت من ایدم. من فکر میکردم که از کودکی که همین چیزای پسرها چی میپوشن همین چیز رو به من خریدم. چی بخی میفته باشه در اویلای ما. خیلی جانم هم ایده باشد این خیلی میخریدم. پلاتیا میخریدم نمیپوشم. در تویاب میگفتم همه خیلی زیق میشدم. میگفتم من دختر کردم اما دخترم چیزای دختری نمیخواهد. یگم یا کوکو یگم چی خرم نه من به این پسنه خیلی چی خرم مده ماشین خرم مده ویلی خرم مرا زلبر مرا همین کجای لباس خرید مرا سپارتیو نیوی بر میکند. همین خیلی خصلت های پسری بسیار دارد. بهترین عجوبی. همین گونه است. من 6 ساله شد آموخته نشد. خیال کردم که همین حواسی کودکی است میگذرد نمیگذرد. تا حال به من سوال داده میستد. همین خیلی من میخوام من وای روم کاراته روم میخوام زال روم. در صدی من گویا که کتی بچه ها برن بچه ها میبرن من نمیبرن. حیران میشم راستیگه. این خمه خم فهمونم من خمه فهمونم نمیفهم. ورزشکار کنید. چون هر یک کودک فکر میکنم از میستم فکر میکنم میگم تالنتی که بعضن کودک ها دیده میشود از خردسالی هایی که رسامی دوست میدارن یکم چی معلوم میشود یا اینکه علمی و متماتیکا و دیگر همین خیلی اینم
من خیلی خودم به خودم فکر میکنم که هم وای باشم. الکی با ورزش رفته است الکی خیلی. بله مادرم میگه نه تو دختر هستی چیکار میکنی خیلی خیلی بعد بابایش میگه هیچ گپ نه ماد مثل مادرش وای میشد. شما هم دستگیری کنید. شما هم دستگیری کنید چه که پدرتون شما رو دستگیری کردن شما هم طرفا او رو دستگیری کنید فقط جهان چمپیون میشم. دکتر استیشتو میدانی تیلو از المپیادا. زنده باشید زنده باشید. مهرو جان الهو کلان شود ارکگی نمیکند یگانه است حاضر در حال حاضر. بله یگانه است یک فرزند دارم مهرو. ارکگی نمیکند؟ بعضا نه من گفتم کو خیلی خصلت های پسری دارد بسیار. گریانچه نیست؟ نه یگان جورای دور آمد زنگ بخواد اگر بسیار تر میشه سفرهای خارجی سفرهای میکنه. با او که نگاه میکند بدن. بعد من بسیار حولی رو دوست می‌دارد. در سکس زندگی کردن رو دوست نمی‌دارد. بعد بسیار میگه که من چیکار کنم در میخونه یک زال یک کخنی یک وای کلیدور یک وای دیگه کجورا هم خیلی من حولی میرم حولی از همین حساب بسیارتر حولی میبرم پیش مادرم پدرم برادرانم اونجا هستن بگذار چه خیلی میخواد همین خیلی من برایم هم خیلی زندگی رو مهیا میکنم. بهترین نه بهترین زور الهو کلان شود نامبردار شود من الکی بسیار یک شجاعتی علافدار در وجودش بوده است. بعد از چند سال معلوم می شود. صحبت ما با ستاره کرامت‌الله ادامه دارد و یک ششمخم دیگر یک پاره بار از این بانوی خوش صدایمان گوش میکنیم. مرحبا. یارم من دوست داری روی خوشو موی دلکشم مدهوش چشم مستومی صافی بیغشم در عاشقی گزیر نباشد ز سوز ساز ایستادم چو شمع ترسان ز آتشم نازنینم. سلامت باشید خسته نباشید. واقعا هم خیلی شیرین خیلی زیبا و شوا وقف که بهوی ما برای ستاره نازنینمان اصلا اینقدر شیرین میخونه اینقدر جذاب و واقعا هم اثری موسیقی که ششمخم است با اینقدر نازکی سرایدن رو نه هر کس تواند لیکن ببینید بسیار لطف کرده بهترین خیلی زیبا خیلی زیبا اینچنین در استرادا هم خیلی خوش رو میسراید یعنی که ثابت میگردد که نفری که ششمخم رو خونده میتواند پس همه ژانر رو قریب که خونده میتواند. به فکرم بسیار آوازات نازک اپرا هم خونده میتواند شما از این نباشید. اینجا اسمس پیام ها نیز رسیده ایستادن یک به یک قرائت میسازیم. عزیز نوشتن سلام علیکم ستاره کرامت‌الله رو صدایشان رو شنیده بسیار خرسند شدیم. اپا جان سرودی اوچا رو میخوندید بسیار خرسند شدیم. اوچا جانم رو یاد کردم گفتن از ترانه های زیبای شما هستم اینطور نه من یاد کردم اوچا همینو در نظر دارم. در فکرم از ترانه هایی که هر یک دختر پسر هم اومد غباری دلش رو با همین ترانه باز هم ربوده میکند من آرمان میشکند. بسیار ترانه زیباست. کی نوشته است؟ مؤلفی ترانه رو میدونید یا همه خیلی این ترانه رو به من پیشنهاد کرد پرودوسرم رج احمد. اولین همکاریمون بود بعد بسیار به من پسند آمد از حسابی که ترانه کمی میکرد
بعد ما هم فکر کردیم که کمتر درست‌تر کنیم، یعنی 8 مصرع سرود رو مهرینیسا شاعر بانوی عزیز و بعدا با رج مصلحت کردیم 8 مصرع دیگرش رو رج احمد نوشتن. بهترین. بله. بعد ما همین سرود رو زمزمه کردیم و سفری هنری داشتم. بعد میبینم که بسیار با مخلصان پسند اومد، بسیار سرودی نقص شد. درد دل هر یک زن، هر یک فرزند، هر یک دختری که اوچه‌اش رو ترک کرده رفته است. بله البته. هر یک فرزندی که از اوچه جدا شاید. خب رج احمد مخصوصا در این ترانه اگر برای شما سهم گذاشته باشند، مخصوصا وقتی که درباره مادرشان خورد حرف زده بودند، همین ترانه رو ما مخصوص گذاشته بودیم که زیر این نوا رج احمد سخن میگفتند درباره مادر عزیز و مهربانشان و امروز همکاری های شما با این نفر هست، یعنی پرودوسری شما هستند. البته پرودوسر سختگیر هستند یا ملایم؟ ما یک دیگر فهمی داریم، بسیار انسانی خوب هستند. تا حال من با یک کس همکاری میکنم، این هستم رج احمد، دوستی بهترین است و من مثل برادرم، خیلی که برادرانم رو دوست میدارم، حرمت میکنم. پرودوسرم نیست، به من همه خیلی است. بهترین نفر ایجادکار، نفری که در حقیقت یک علنگه ایجاد در وجودشون هست، نوگانی رو دوست میدارن، کلاب شکن. بله. بله. بعضا به شما سختگیری نمیکنند آخر؟ بعضا میشه. سی تو را دیر کردیم. میدونن که اولین من بسیار پونکتوال این دختر هستم. در وقت و ساعتش من بعد بعضا من رو زنگ میزنم براش کجا شدی؟ در اینجا هستم، در اونجا هستم. میگم که آخه منم در همین دوشنبه هستم، من اسپید میکنم، تو چرا اسپید نمیکنی؟ بسیار همین خیلی میشود بعضا کارو. بعد میدونن که من با حوزه دولتی هستم، چون در کنسرت های دولتی بند هستم. بعضا با میگم که یک دیگر فهمی داریم. بسیار بهترین. خیلی زیبا. بیاد همین ترانه رو کمتر زمزمه میکنیم برای شما زمان. آواز فارمت را، چشمی گنهرمت را، شادی و هم غمت را، من یاد کردم آچه بالین و بسترت را، رومالک سرت را، تو ماری در برت را، من یاد کردم آچه، من یاد کردم آچه. بسیار زیبا، بسیار زیبا. بهترین. احسن، آفرین. اینجا اسمس پیام ها یک به یک رسیده ایستادن، قرائت میکنیم. السلام علیکم، اپای ستاره شاستانم نوشتن، میگفتن که چند ساله هستن؟ گفتند بسیار سوال عجیب. راستیگه من سن و سالم رو پنهان نمیکنم. من 32 ساله هستم. بهتره. ماه دکبر 33 میشم. اما فکر میکنم زن در هر سن و سال زیبا است. بله، در حقیقت. چه در جوانی، چه در میانه سالی، چه در پیران سالی. زور. یگانه سراینده که سن و سالش رو پیران نمیکنه داشت کرو. خیلی من همی خیل. نه من همی خیل هستم. بله. زور در حقیقت. یعنی این معنی اون رو دارد که از هیچ کس زبان کالته هم نیستید و عموما در خصلتتان همیگونه است که هیچی رو پنهان هم نمیکنید. در زندگی چه خیلی هستم هم خیلی میگم. دوگانه بازی میکنید؟ یعنی که دوگانه های شما هستن، میروید میشینید؟ راستی اگر گویم دوگانه ندارم هیچ که باور نمیکنه. لیکن من هم کتی هم کسبونم کتی چرا بینیو میشود و یگم چی میشود میشینیم صحبت میکنیم با هم. من یک هستم در زندگی، اما بسیارتر چون با فاطمه مشرف هستم، چون که در کنسرواتوار یک جا خوندیم، ختم کردیم، در جای کار یک جا کار کردیم، کار کرده ایستادیم، فعالیت کرده ایستادیم، در چهاربینی ها یک جا هستیم، در سفرهای هنری یک جا هستیم. بهترین. از این حساب بسیارتر
میشینیم میخزیم. نه زور بهترین. در شو بیزنسی ما فاطمه نیز بسیار موقع خاصه خود را دارند با ساز و ترانه هایشان. استعدادی خود دارد، بسیار خوب میسراید. بهترین. یک دوئت رو از شما انتظار میمونیم. اما ما این سکرت بود، اما خیر میگوییم. ما در نقشه داریم که با فاطمه مشربه یک دوئت برپا کنیم و در ژانر فلک، من در ژانر شش مقام. واو. هرچند ما کوفته استودیم که یک چیزی خوب شود. بهترین. در جستجو هستیم. این گونهش در هیجو نبود. نه بله. و رکورد می شود. ولی تصمیم گرفتیم که این کارو و پرودوسرم هم همین پیشنهاد رو به ما کرده بود، راج احمد، و در یک جایگی انشالله که روزای نزدیک کوفته استودیم یک چیز خوب شود. بهترین. انتظار میشویم. سلامت باشید. باعث افتخار است که این سال در 700 سالگی شاعر بزرگی تاجیک فارس خواجه حافظ بزرگ در قرارگاهی عالی نفوذ یونسکو شما برآمد میکنید. وقتی این خوش خبر رو ما شنیدیم ما هم در حیرت ماندیم. فکر میکنم که برای شما هم شنیدن این خبر بسیار هیجان بخش بود. در کجا بوده؟ خیلی به شما این خبر رو رساندن. مثل من. برای من بسیار باعث افتخار است که از مابین سراینده ها مرا انتخاب کردند. من نیز کوشش میکنم که با این چه سزاوار باشم، صنعت ملی تاجیک خود را با اونجا معرفی کنم. من چه خیلی گویم، راستی گبرو گویم، نمیدونستم. ما در ثبت کلیپ در ازبکستان بودیم با پرودوسرم، در اونجا کلیپ ثبت میکردیم که به من زنگ زدن، همون آرش فولادوند. واو. گفتن که انا سلام علیکم، شما گپ زده میتونید؟ بله گفتم. گفتن که امسال شما در برنامه حافظ شیرازی شما رو انتخاب کردن. من در ماشین رفته ایستادم، حیران شدم، نمیدونم چی گویم. از هم خرسند شدم، هم یک چیزی مسئولیت یک مسئولیت. من نگاه میکنم برای احمد، میگم میخورسانی البته اشاره کرده است دست. گفتم که رحمت میندار، تشکر، خیلی میلش. گفتم ما یک ماه پس با شما با تماس میگیریم، انا سرودای با شما میپرتایم. همین گونه شد. بسیار عالی. واسه سرودها انتخاب شدن اوکی؟ سرودها رو همین یک 7 اثر روان کردن، همین 2 روز پیش 2 اثر دیگرش رو روان کردن، همین 1-2 هفته اخیر رو کردن. البته اونجا گفتن که شما حافظه کلاسیک هستید، مقام سرا هستید، اما خیلی چونه که پارسال مولانا و یاد بودی مولانا. بله بود. همین خور هست اونجا، اپرا، ارکستر، این گونه از من کوشش میکنم که از اوده این چیز برایم. باید که در دیگر پرده ها بخونید؟ شما در دیگر نوته ها در پرده در اونجا اپرا است، خور هست، دیگر ژانر است. واو، من فکر سیدونا اپرا هم خونده میتونم در دیگر ژانر است. خیلی کمی برای من این چیز که پیوسته در 6 مقام کار میکنیم خلقی، من مشکل است. کوشش میکنم، من بسیار میگم که برای من یک افتخار است، من یک مسئولیت باید کنم که من ملت تاجیکم رو، فرهنگ تاجیکم رو باید در اونجا خوب نشان دهم. بله. نه تنها برای خود شما بلکه برای تمام تاجیکستان فارسی زبانان افتخار است. بسیار در هیجان هستم. بسیار. من فکر میکنم که از برآمدهای عالی ترین میشود البته، چون که شما صنعتکاری کسبی هستید، بسیار در کاری خود استوار هستید، صدایتان هم قوی است. چقدر که گفتم در همه ژانر ما شما رو دیده ایستادیم، مثلا خلقی هم عجایب میخونید، در استرادا هم بسیار
جالب در چشمخم خیلی نگویم هم می شود و فکر میکنم که در این ژانری که حاضر آنها پیشنهاد کرده ایستادن جناب آقای فولادوند در آن هم سوپر برآمد کرده میتواند. بهترین. ما انتظار میشویم و البته ما همچون ژورنالیست در انعکاس این چهاربینی مهمی فرهنگی البته سهم خود را میگذاریم. و شما کی سفر میکنید به اونجا؟ ما پیش از سفر پاریژ بس فردا به مسکو می رویم. بله روزهای فرهنگی تاجیکستان روز استراحت نیست اونجا رو میگذرونم. بعد از اونجا راست به فرانسه سفر میکنم. بهترین. همه جای دنیا رو دیدید؟ چقدر حواس کننده. در کجاها بودید؟ شکر در بسیار دولت ها بودم. نمبر کنم. با فکرم همون چی میگه زاگرام پاسپورت شما پر شدگی است؟ چند در اروپا در چند دولت ها بودم. در امریکا بودم در چند شتات هایش زیاد. در مسکو در قریب که چندین شهرهایش در عربستان کره هندوستان خیلی خیلی دولت های همسایه همش ترکمنستان قزاقستان ازبکستان قرقیزستان آذربایجان ایران هندوستان بسیار است. خیتای من نزدیکی از خیتای آمدیم. از شهر دو دولت در پکین بودیم و در سیام بودیم. روزای فرهنگی بود. بازارش رو فراموش میکنم. خیلی عالی خیلی عالی. ببینید حواس کننده است در حقیقت. ما از توسط هنر من فکر میکنم برای صنعتکار این چیز بسیار مهم است چون که از فرهنگ و از تمدن از همین تمامی دیگر دولت ها با خبر میشوی. یک چیز رو میبینی از هزار چیز هم باشد یک چیز رو میآموزی. از چند دولت باشد از همش اگر یک تایی تجربه هم گیری این برای صنعتکار بسیار مهم است. بله واقعا هم درست. خیلی زیبا قید کردید و ما فکر میکنیم که روح و روان خواجه حافظ بزرگ باز هم شاد می شود از این سفری که در پاریژ در قرارگاه یونسکو میکنید و اونجا برآمد میکنید و تمامی فارسی زبانان باز هم بیدار می شوند و غزل های حافظ خود همینگونه است که البته آهنگ خودش را دارد بسیار زیباست. سرایدنش هم زیباست. کلمه های عجایب دانه دانه خیلی زیبا استفاده شده است. بله و اون کس هم چینده شعرهای خوبش را گرفتند. بعد آهنگ هاشون هم بسیار زیبا. بهترین. برار میخواهیم. انتظار میمونیم. دو باشه. سلامت باشید. البته چرا نه. زندگیتان همیشه آباد باشد. دوستان عزیز اینجا باز هم السلام علیکم مانده نباشید تا نوشتن امریو غیرت تشکری زیاد سلامت باشید. زلخمار از بخارا نوشتن السلام علیکم ستاره جان عزیز دل دیده خیلی دوستت میداریم سلامت باشی. و البته یک از نواهای بخارایی هم بخوان گفتن با فکرم خونده ای نه؟ البته خوندم. مورگی سلامت باشید. این نفر بسیار مخلص ارشدی برنامه‌های ما هستند و پیوسته پیگیری میکنند. البته باز هم از نغمه‌های زیبای بخارایی میشود. سلامت باشید. ما رو بسیار دوست می‌داریم. تشکر زیاد. زنده باشید. شاه رجب از فدراسیون روسیه نوشتند ستاره‌بانو حاضر خبر رو شنیده بسیار خرسند شدیم. برایتون برای موفقیت‌ها رو تمنا میکنیم. ان شاءالله فخر تاجیکستان هستید. نامبردار پدر مادر هستید. همیشه آباد باشید. ستاره رو من از خورده میشناسم فتان نمیدونم. عجیب بسیار زیبا. اینجا دیگر شما از مهربانمان زرینه بانو نوشتن السلام علیکم اپا استورا در مسئله لباس ها با کی همکاری میکنید؟ رنگ برنگ لباس ها عجایب هر اکتش نقش نگاری خودش را دارد. مخصوصا گفتند خاصتا بیشتر لباس های ملی رو در روی خانه هم بیشتر با لباس ملی هستید نه؟ با همون کرته های زیبای خودمون. خب با کی همکاری میکنید در مسئله استر و لباس؟ لباس هایم را خودم انتخاب میکنم. من دیزاینر خودتون میکشید؟ هرچند من پروفسیونال نباشم کشیدم ندم نه که میتونم فهمونده که همین گونه باید برای من لباس آماده کنید. با طراحان هستند در با خورشید ستاروف امید نگمتوف در کرتای ملی باشد اپای مهرو با در ازبکستان زکس میکنیم. در
همه جا سمندر الماس در ازبکستان هستند. بسیاری ها کتی همکاری میکنیم که چون که هر خیل باشد با خانم لیدیا اندری بله اما بیشترش رو خودم میگم که با من همین گونه لباس آماده کنید. متا رو خودم انتخاب میکنم، خودم میگیرم. اولی بسیار اولی عجیب. و هر یک از چشمی بیننده البته به صنعتکار می شود، از همان آرایش موی سر کرده تا توفلی پایش اعتبار میتیم و البته من فکر میکنم از همه لباس قیمتی شما چند پول باشد؟ اینش رو مخفی گویم. نه شما سرانده همش رو میگی؟ همش رو میگیم. خب از همه قیمتش سری کرمتلو از همه قیمتانه لباسش چند پول؟ وابسته از ماتریال است. اگر روزی گویم بسیاری مثلا در یک اطلس کنم برش میده است 36 تا 40 متر می رود. اگر پلاتیا دوزونم با قشتیلو یا با همین اوزارو با همین آرایشاش با همش خیلی شود $5,000 $6,000. اما می شود یکم کرتایی که در $500 در $600 میگم که از وابستگی دارد از چی طور کرتا آماده میکنید. مثلا کرتای زور باشد از دیزاینر در اون سنگای بسیار رود، مهرهای بسیار رود، روچنه رباطه باشد با قیمتتر می شود. هر گونه من کوشش میکنم که بسیار کرتای زیبا باشم. چون باید هر یک صنعتکار این چیز برای هر یک صنعتکار مهم است، لباس زیبا. چون که صنعتکار باید از مردم فرق کند، برای که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی است میبینند از توفلی سر کرده، از اکرشینی ها سر کرده، از لباس همه چی رو اهمیت میتین باید زیبا باشد. بله. شنیدم که در یکی از چهاربینی های بسیار اولی نفوذ که حتی در آنجا سروری دولت اشتراک کردن و دیگر شخصانی زیایی و نمایان، بسیار آدمانی نمایان آنجا اشتراک کردن و شما اونجا باید 6 مقام میخوندید. لیکن گپ سری آن است که یک بار شما با چکن به صحنه برآمدید. چی خیل شده است؟ چی خیل با چکن 6 مقام خوندید؟ چی خیل شده است این حالت؟ این در ایالات متحده آمریکا راست است همین؟ بله. در اونجا من بله من دیرتر بود نمری من باید من چکن را پوشیدم که به دیگران یاردم تیم، یعنی سر آواز باشم. بعد اطلسم را باید به بر میکردم. همین گونه شد که همین چه خیلی بگم یک بار نام شما رو خوندم. یک بار گفتن که در دویم نمر ستاره کرامتلا بروید. من یکم نمر رفته ایستاده است، من نمیدونم چی کار کنم. در پشت صحنه میدوم خورشید، اونجا خورشید ستاره، خورشید کرتم را بیار. بله چی حیران شدم که کرتم را بیار. اسپید همین داد و در پشت صحنه هر چند قدم اسپید نکردیم. بعد همین چکن کردیم برامد سرودی وقتا نفتم این گناهش رو هم دیدیم. این گناه هم دیدیم. بله 6 مقام با چکن. بله واستی دوران ریکارد. بله سلامت باشید بهترین. خب راست است که مخصوصا در یکی از محفل ها، چهاربینی ها، توی ها شما به سمت دنغره رفته اید و به تویخانه اساسی نرفته به دیگر تویخانه ها در آمدگی هستید. اونجا بسیار معرکه ها در همون دیگه قریب 5-6 معرکه شده ایستادگی است. شما با معرکه‌ای که شما رو دعوت کردگی نرفته به دیگر تویخانه در آمدگی هستید. نه یک دنگارگی من بگو. در یک روز 3 معرکه بود راستی. در دوشنبه بودیم بعد برآمدیم به سمت دنگره رفتیم که رو سر نشده است. هی گفتن که به سربند بید. با چریز دنگره به سربند رفتیم. اونجا همین تیز خواندیم تیز اسپید کنیم. اونجا خواندیم تا برآمدیم که شب شد اومده سیم کوفتیم در چند جا توی اونجا میدریم این توی که این توی چه کنیم نه این توی وایرس گجورم. من همین قدر
های نمیدونم دیگه چیکار کنم، احساسی شدم، تلفن میکنم میترسم که توی دور یگان چی نگه. بالاخره ما با اون توی رسیدیم، اما دیر کردیم خیلی. 3 خانه توی در اومدیم، همه ما رو دیده حیران شدیم چی بود، خرسند بعد رج را میگم که پرسی همون توی از این خانه نبود و دیگر بود. میپرسیم نمیگن، بو میدویم با ماشین میشنیم با دیگر جو این همون توی از نه. من دیگه هم خیلی نشد گریه کردم. بعد رفتیم بالاخره 10 مینوت مونده بود توی. من گفتم که خیلی 10 مینوت دیگه اجازه ما بسیار وای بودیم. بعد 20 مینوت در اونجا همون تویدار که مادرش بسیار مرا دوست می داشته است اومد با من پایان دوست پرتافت. دخترم بیافته بسیار نقص کردن، پشواز گرفتن، همین گناه هم شد. بسیار عالی. خود در حیات صنعتکار همین بوده است. می شود بسیار چیزا می شود در بسیار لحظه بعضا خوب که قهری می شود. قهری می شویم بله. شرطنامه تمام میگه. خب استوری کرامت الله مخصوصا از قامت بالاترین صنعتکارانی ماست. قدرتون چند است؟ از همه بالاترین شما اعتبار دادید وقتی که سراینده ها در همان چهاربینی های بین المللی قطار ایستاده عکس میگیرن همه چیز را اهمیت میدید. بالاترین قد من 1.79 است 1.80 و قریب 2 متر. استوری کرامت الله بله 1.80 است. اکنون دل شدی فیض الله که نیستید ما باز خفه نشود. نه خفه نمیشه، اون کس بسیار شوخ هستم. سلامت باشید. خب کدبانو هم هستید و من خوراک میپزید در خانه در وقتهای خالی؟ من در خانه زن هستم ولی در خانه چه گویم، اگر گویم تعریف میشد. در صحنه می برایت بسیار دوستانم دیدگی هستن میدونن که من در خانه چه خیر هستم. من که مادرم بسیار دست بعضا میگوین که زن دستی به مزه دارد، یعنی چه خیر میگفتن که با 2 کارتوشکا و با 1 سبزی از همه چیزی بالاترین رو درش سر نمیکنن. مادری من همین گونه بود، حتی جیانوی پدرم همه میگفتن که ینگش ما اوقات کنید. بعد همین من یک میدیدم و یکم بار آش کردم فکر میکنم طرف مادرم رفتم. یعنی که ستاره کرامت الله بسیار پسندانی هستن ها از دستانی ایشون مخصوص خوراک خورده. من به شما میگم دوستان بله در خونه خیلی با شستشو با تازگی خونه کودک یعنی در برابر اینقدر کارهای ایجادی در برای زن بسیار مشکل است. بله همه چی رو باید زن. اگر صنعتکار نمیشدید کدوم کسب رو انتخاب میکردید؟ بعضا همین فکر بود که باید این میشدم. یکم کسبی دوست داشته دیگر در شما بود؟ هیچ وقت همین فکر رو نکردم راستی. براستی؟ یگان وقت نکردم همین فکر رو که چیکار میشدم، در سرم نمی اومد. فقط صنعت؟ بله به همین صنعت که رو آوردم. همین هر کسی را بهر کار میگن. مثال گفتید که پدرم بیشتر دستگیری میکردن، مادرتون چی میگفتن؟ نه ستاره صنعتکار نشو میگفتن؟ برادرانتون چی میگفتن؟ مادرم نه، مادری من هیچ وقت نمیگفتن. میخوندم میومدم میرفتم، بعد آیسته البته عادت کردم. شورت نشدم برای شناختن دیگه، همینطور عادت کردم. بله بهترین، سلامت باشید. بیاید از ترانه‌های زیبای شما که اینجا درخواست شده است دیگر از ما نیستی رو کمی گوش میکنیم برای شنونده‌های عزیز دل دیده ما. مرحمت. وقتی که چشمی تو برق ندارد، وقتی که دل به تو ذوق ندارد، وقتی که ابر نگاه بارانیست، وقتی که شور و شوق ندارد، دیگر از ما نیستی
دیگر از ما نیستی به خدا بیگانه ای دیگر از ما نیستی دیگر از ما نیستی به خدا بیگانه ای به خدا بیگانه ای. دل درد میکند. این سرود رو با کی بخشیدید؟ صاحبش کی؟ سرود تنها یک سرود بود به بی‌وفاها گید. دف شود. سلامت باشید. السلام علیکم. شوخی میکنیم البته. السلام علیکم. مونده نباشیدتان. من از سمرقند گوش کرده ایستادم. سمرقند به بیتون البته نویسیدم. اگر ممکن باشد یک سرودی مخصوص مورقی میخواندن گفتن سرودشون رو گوش میکردیم. امروز همچنین یک خویشاوند نزدیکی ما از شهر دوشنبه روزی تولد دارند. اون کس علوچی معارف علمی جمهوری تاجیکستان میباشن. خواستیم اون کس رو با واسطه رادیو تبریک کنیم و از ستاره بانو یک مورقی گوش میکردیم. بسیار خوب میشد گفتن. مرحمت ستاره بانو یک کمی زمزمه زیبای شما رو باز هم گوش میکنیم برای دوستداران شما از سمرقند. مرحمت. تشکر زیاد. سلامت باشد. ماه شب افروزی من دلبر دلجوی من برد ز دل صبر و هوش از سر گیسوی من ماه شب افروزی من دلبر دلجوی من برد ز دل صبر و هوش از سر گیسوی من. سلامت باشید. تشکر زیاد. بسیار زیبا و انا همینگونه ترانه‌های جذاب و شوق رو از جانب شما انتظار می‌مانیم همیشگی. بعد یک بازی می‌گذرانیم. مخصوصا همینگونه است که این چیستان و کیستان هست، یعنی که من یگان اشاره از همان حرکتی سراینده‌هایی که با شما همکار هستند یا یگان مصری سرودهایشون رو میگویم شما معاین میکنید که این کدام سراینده است. از همه خاموشترین سراینده ما گپ نمیزنم. به نهایت خاموش. نگاره خالوه؟ نگاره خالوه؟ یا من نگاره خاموش. خاموش. سلامت باشید. خب افسوس افسوس کیست؟ مدینک نظره گوش میکنید شما؟ سرودوی همکسبانتون رو گوش میکنید و من به هم میدید؟ پیوسته بله گوش میکنم. سرودو نوگونی ها نوگونی هایشان رو ایجادیاتشون رو اون من در کل سری زولفی تو نشد سری زولفی دیگره. دلشادی فیضالله. دلشاد. بله. سلامت باشید. خودش زن لیکن آوازش مرد. خاصیت دارته چه درون یافته. پروین یوسفی هم هست. خاصیتی زرافشانی رو. بله بسیار حادثه عجایب شدگی است. در حقیقت بسیار آوازی خوب دارم. بله. از همه مویدرازترین صنعتکاری ما فاطمه مشرب. بله راست گفتید. 2 متر مویش بیچاره بسیار خلاص شده نیمش بریده. سلامت باشید. از همه صنعتکاری پر دائما در صحنه آرام نمی ایستادگی رقص میکردگی ما کی؟ میخائیل. من همه‌شون رو میتونم. میخائیل هم سخت‌تر رقص میکنه. مینو باشد. مینو. باز یک صنعتکاری ما هستن خیلی رو دوست میدارن بنویت. فیروزه حفیظ. یک پرودیوسر هستند که مخصوصا با شما نزدیکتر و این رج احمد. احسن میگویم. برای رج احمد احسن میگویم که چنین برای تشکیل برنامه برای این قدر با ستاره رو پرو شده صحبت کردن مساعدت نمودن عرض سپاس میکنیم. چون که ستاره بانو رو ما هم از تلویزیون میبینیم در کلیپ ها میبینیم لیکن از نزدیک دیدن باز دیگرگونه صحبتشون گوارست و برایتان عرض سپاس میکنیم که با ما بودید و با مخلصان پیوسته هستید. ایجادهای نو و نو رو از شما انتظار میمونیم و در برآمدهای در پیش بوده که نزدیک سرانی دولت رو برآمد میکنید و در قرارگاهی یونسکو برآمد میکنید در 700 سالگی خواجه حافظ بزرگ همیشگی موفقیت ها و روی سرخ و زبانی با روی و انتظاریم میطلبیم از درگاه خداوند بهرتان. تشکر زیاد. جهانی سپاس به شما. مینداری خدا را به ازیا فلوس میرسونم. سلامت باشید. و مخلصان
با اون نفرانی که ما رو گوش کردن. دائما است رو در ایجاد. بله، کوشش میکنیم که پیوسته در ایجادیات باشیم، چیزای نو به نو برای مخلصان پیشنهاد کنیم و همیشه زیبی صحنه تاجیک بماند. سلامت باشید. بسیار سراینده خاکساری ما، عزیزی ما، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان ستاره کرامت الله با ما بودن. عرض سپاس میکنیم و در انجام ممکن شاید این گل نزد زیباگی شما خجالت کشد، لیکن این گل زیبا را با بانوی از همه زیباترین صنعتکاری قامت بلندترینمان، خوشرویمان، زیبایمان، شیرین صدایمان ستاره بانوی عزیز می سپاریم، تقدیم میکنیم از برنامه پرواز. مرحبا، خوش آمدید. سلامت باشید، سلامت باشید. همیشه چون گل شکوفان خندان بمانید. باری دیگر از دیدارتان شدیم. سلامت باشید دوستان. با آسیا پلیوس بمانید و برنامه های ما ادامه داره.